چارک پژواک، وقتی ما از نوتی به نوت بعدی به فاصله ربع پرده زیرتر پژواک بدیم، چارک پژواک رو ایجاد میکنیم که این نام رو من براش انتخاب کردم که بسته به قطعه و علامت‌های سرکلید ما باید روی علامت پژواکی که داریم اون علامت متغیر رو در نظر بگیریم. مثلا اگر توی قطعه فا و سل به کار هستن و ما می‌خوایم از فا به فا سوری پژواک بدیم، باید روی پژواک بنویسیم بمول کرون، یعنی نوت سل ما یه بار بمول بشه و یه بار کرون بشه که بتونیم پژواک رو بدیم. دقیقاً مثل تیریل که همین موضوع رو داشتیم درش.